در عصر 21 بعضی پلیدا سخنای میگن پیغمبر بخشون قیاس میکنن کسافتی و ابلهیشون رو واسه وقتی پدر سوخته یک از پدر اخته اگر کاریکاتورا کنه جامو تنظیم میکنه با سود مراجعت بکنی در سود بکش کسی را که عزیز دلهای حبیب الله است پیامبری که نه فقط بالای مسلمانان با خدا قسم بالای بنی بشر حق داره خدای بزرگ این مینت بزرگ در جان تمام بندگانش گذاشته است بنی بشر مدیون رسول الله صلی الله علیه و سلم است خاصتا همین اروپایی این همین اروپایی که امروز بدبختی دوران و بی‌ادبی کرده است سبب احیای اروپا اسلام و مسلمان شده که آمد روجر بیکن امثال روجر بیکن در اندلوسیا در شهر قرطبه اومدن تعلیم گرفتن از مسلمانان اصول و تجربه و لابراتوری را آموختن رفتن همین در کشورهای خشوع عملی کردن این همین سبب پیشرفت و ترقی و چشید مرد بدن در کار که این را تصدیق کنی و اقرار کنی اون همین یک معرخی امریکایی است ویل دیورانت تاریخی استوریا سیویلیزاسیی داره 11 مجلد استوریا سیویلیزاسیی همین جلد پنجمش همش همین اسلام سیویلیزاسیی همین مردان اگر چندی که مسلمان نیسته اما همه حق بو که هسته حق بیان کرده است واقعا میگه غرب مدیون اسلام است غرب مدیون پیامبر صلی الله علیه و سلم است چیز گرفتیم از همین ها گرفتیم با دلیل حجت اثبات کرده است